اگر در تاجیکستان از هر کسی بپرسید که نان و انگور خورده است، شاید بگوید که خوشمزه‌تر از این هر دو دیگر چه چیز است. انگور میوه است که آن را تقریبا در تمام مناطق کشور پرورش میکنند و سالانه تا صدها هزار تن هم حاصل میگیرند. انگور را از همه بیشتر در کدام منطقه پرورش میکنند و نگاه و بین آن چه نازکی دارد در گزارش ما ببینید. شهر ترسونزاده را مردم از حساب انگور پروری بیشتر میشناسند. همه ساله از اینجا ده ها هزار تن میوه دوست داشته مردم تاجیک و بازار داخل و خارج پیشنهاد می شود. اکای عبدالرحمن بیش از 10 سال شده که هیچ یک فرزندش را به مهاجرت روان نمی کند، چون تمام ریسک خروجی و درآمد ضروری را از زمین می گیرد. همین مهاجرت به رفتگی حاضر قریب 2 میلیون آدم همه آمده همینجا کار کنند. همینجا آباد نمی شود این وطن، آباد می شود. یا کار آسان کار آدم ها همین بعض آدم ها همه کسانی میدونم شب آسان مهنت کنند تو بسیار پول میابم گفته فکر میکند نه همین مهنت چقدر سخت باشد درآمدش هم همین کلان میشود. انگور پروری برای این عائله کسب بابایی است. آنها و تقریبا تمام گذشتگانشان از پشت باغداری نان میخوردند. در 5 هکتار زمین 4-5 نوع انگور را پرورش کردند که حاصل خوب هم داده است. نوهای شاهانه، پرزیدنتی و مانیکور فینگر از معمولترین و سرخریدارترین انگورهای آنهاست. اگر حاصل نز گیرد 20-25 تن حاصل یکم سورت میگیره. اگر زیادتر مونید حاصل صفش گم میکنه. 1 هکتار 20 تن 25 تن حاصل یکم سورت. فهمیدید؟ برای صادرات فهمیدید؟ یکم سورت که گرفتن خواهش داشته 20-25 تن حاصل مونید. بعد انگورم و نخالش هم وای نمیشود، خوب با قوت میشود، هر سال حاصل میتید. اگر زیادتر مونید 1 سال 2 سال 3 سال اوجه پیر میشود 4-5 سال حاصل میگیرید اوجه نخالا عوض کردن در کار میشود لازم شد میماند. سالهای آخر اساساً کار باغداری را فرزندانش پیش میبرد. عبدالخلیل تقریباً 8 سال است که با پدرش در زمین کار میکند. میگوید اگر خوب کار کنید از هر هکتار 20-25 تن حاصل گرفتن ممکن است. نرخ 1 کیلوگرم انگور خوب از 3 تا 30 سامانی است. کارگرا امی آیلوی قد 15 نفر آیلوی ده ما اکای دادر همه ما همیشه کار میکنیم 15 نفر. در وقتی وایده یا یاردمچی کارگرای هم میگیریم. سیزون ده میگیریم 10 تا 5 تا بعض وقتا 15 تا کارگرای هم میگیریم. سیزون کار میکند. همین میبیاد پگم سالش در گفته 2 روز 3 روز یاردم میته انگور چیندنده وقتش ده. همین هر روز به روز روزانه کار میتیم. پولش میتیم. دیگر وقتا هم همین آیلوی 15 کس هستیم. دایم همین کار داریم. بعد چیدن انگور را با ماشین‌های مخصوص به این سردخانه‌ها آوردن نگهداری می‌کنند تا به بیرون صادر کنند و هم انگور تر و تازه بماند. خاله فضیلت خان هم سالهای زیاد شد که با دخترانش اینجا آماده کار می‌کند و روزانه درآمد خوب می‌گیرد. ما هر روز در همینجا کار میکنیم، مویز میکنیم. هم از آنها 2-3 دختر دارند. با دخترانشان میویند. روزانه 80-90 سامانی میگیریم و همه خدا را شکر خرسند هستیم. اسماعیل محمدов قبلا مهاجر کاری بود، اما بیش از 8 سال شده است که به روسیه نرفته است و در دهه خودشان کار خوب پیدا کرده است که بیش از 5000 سامانی درآمد دارد. من در این کارخانه چند وقت شد کار میکنم. در اینجا قوطی میبروریم، انگور جابجا میکنیم، مویز میکنیم. کارمون همین. به روسیه رفته آمدم. در اونجا 20-30 هزار روبل معاش میگرفتم. اما شکر همون پول رو در همین جا هم مییابم دیگر. بینید چقدر این انگور خوشروی است. از این انگور انا دستی من به یک تا شما است. من میخورم و ازش رو میگویم به شما. بسم الله الرحمن الرحیم. اصل گشته است. اسکندر رازقов کارشناسی ساحه انگور پروری را از سردرآمدترین شغل در باغ پروری می‌یابد. او نوع‌های نادر انگور را از خارج پیدا می‌کند و آورده به کشاورزان تاجیک دسترس می‌نماید. اگر با طریق کسبی یعنی پروفسیونالی مشغول شوید این یک منبع نغز سردرآمد است.
البته در یک سال دو سال نمیشود این کار. در 3-4 سال تا 5 سال علاقه شما پولی کلان از 1 هکتار میگیرید. از 1 هکتار 25 تن هم گیرید. اگر همین خیلی انگور گیرید، همین خیلی انگور گیرید. شما 10 سوم میفروشید، اگر فکر کنید چقدر پول میشود. من انگورایی که میبینید از خارج کشور آورده شده، سلکس ژاپنیا، سلکس آمریکا. این انگورها بهترین انگور هستند و در تاجیکستان حاضر قیمت‌ترین انگور میباشند. در خود تاجیکستان گویم انگور رو فروشم هم همین بازار رو تامین میکنیم ما. در تاجیکستان بیش از 40,000 هکتار انگورزار است که از آنها سالهای آخر تقریبا تا 300,000 تن حاصل میگیرند. اگر در دیگر شهر و ناحیه ها از 1 هکتار 5-10 تن حاصل بگیرند، این نشان داد در شهر ترسونزاده به 20-25 تن میرسد. برای همین انگور که گفتید به یاد مردم این شهر هم میرسد.